عجیب ترین مکانهای دنیا که فکرشم نمی کنی وجود داشته باشه. دایره فریاد در امریکا. این محل یک دایره به قطر 76 سانتی متر که به نقطه وسط دنیا شناخته شده. اگر روی این دایره بیستی به حرف بزنی، افراد خارج از دایره صدات اصلا نمیشنوند و اگر هم اونا صحبت کنند شما فقط صداهای نامفهوم میشنوید. تا به حال هیچ فیزیکدانی نتونسته علت این اتفاق را کشف کنه. دریاچه ناترون در تانزانیا. این دریاچه کاملا غلیانیه و pH 10.5 داره، یعنی اگه موجود زنده بیفته توش زنده مومیایی میشه. چشمه های بادافسورت مازندران. این چشمه ها قدمت 1000 ساله دارن و به صورت پلکانی هستن و هر کدوم رنگ و بوی متفاوت دارن. و جالبه بدونید باداف دومین میراث طبیعی ملی ایران و دومین چشمه آبشور دنیا شناخته شده است.